همه چی از جایی شروع شد که عین تتویی که روی شونه شوهرم بود رو روی شونه زن همسایه دیدم. همون خط، همون نوشته، همون جا. حالا میفهمیدم دلیل صمیمیت زن همسایه با من چی بود. حالا میفهمیدم دلیل رابطه مشتاقانش با خانواده ما چی بود. گاهی وقتا اینقدر بهمون نزدیک میشد و صمیمی که منو خسته میکرد. احساس میکردم هر جا که میریم باید این آدم باشه. برام جالب بود وقتی که میرفتیم پارک خانواده اونا هم بودن. وقتی که میرفتیم سینما خانواده اونا هم بودن. و البته یه چیز دیگه، همیشه دقیقاً غذاهایی رو میپخت که شوهرم عاشقشون بود و یه مقدار ازش برای ما می آورد. تا اینکه یه روز سلام دوستای عزیزم، به قصه پرداز خوش اومدید. ممنون میشم قبل از شنیدن داستان ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب. من ملیحم. توی یه آپارتمان نه خیلی بزرگ ولی قشنگ و دنج با امیر شوهرم زندگی میکنم. ساختمون ما یه برج 8 طبقه است. توی یه منطقه نسبتاً آروم شهر. ما طبقه 5. زندگی ما یه جورایی مثل ساعت کار میکرد. من که معلم دبستانم صبح زود میرم سر کار. امیر هم که مهندس کامپیوتره. بعضی روزا میره اداره، بعضی روزا هم توی خونه کار میکنه. خلاصه که زندگی روتین و بی سر و صدایی داشتیم. انگار توی یه حباب کوچیک قشنگ زندگی میکردیم که مال خودمون بود. با ساکنای ساختمون آشنا نبودیم. واقعاً نه حال و حوصله‌شو داشتیم نه ضرورتی برامون پیش اومده بود. توی آسانسور که میدیدیمشون یه سلام خشک و خالی، یه حالتون خوبه، یه گذری و تمام. هر کس توی قفسی به اسم آپارتمانش بود و تا قبل از اون روز عجیب حتی اسم بیشتر همسایه ها رو هم نمیدونستیم. تا اینکه فریبا خودش رو به من تحمیل کرد. ببخشید، شاید تحمیل کلمه درستی نباشه، ولی دیگه نمیدونم چی بگم. یه روز بارون شدیدی گرفته بود. من با کلی خرید از ماشین پیاده می شدم که چترم شکست. همینطور وایساده بودم دم در ورودی که خیس می شدم. یه خانومی با چتر بزرگ اومد طرفم، گفت خانم بفرمایید زیر چتر من. منم ساکن همین ساختمونم، طبقه 4. همینطور که با هم تا در آسانسور می رفتیم با شوق و ذوق زیاد شروع کرد به صحبت کردن. خودشو معرفی کرد. من فریبا ساکن طبقه 4. دقیقاً زیر واحد ما بود. گفت شوهرم زیاد مسافرت میره. خودش خونه داره و یه دختر کوچیک به نام نیکا داره که 5 سالشه. منم خودم رو معرفی کردم. وقتی فهمید معلمم ذوق کرد و کلی از مشکلات تربیتی نیکا گفت. منم از روی عادت معلمی چند توصیه کلی بهش کردم. همین. از فردای همون روز انگار در دنیای جدیدی برون باز شده بود. فریبا صبح که میرفتیم سر کار توی راپله آسانسور پیداش میشد. عصرا که برمیگشتیم یه جوری بود که با هم میرسیدیم دم در. شروع میکرد به صحبت. اولش راجع به آب و هوا، قیمت اجناس، بعد کم کم مسائل شخصی تر شد. همیشه خیلی مشتاق به صحبت بود. خیلی کنجکاو بود در مورد زندگی من و امیر. از شوهرش میگفت که شرکت داره و هفته‌ای 3-4 روز شهرستانه یا خارج از شهر. از تنهاییاش میگفت. من که آدمی نبودم که با راحتی با کسی صمیمی بشم، ولی گاهی حس تنهایی که از حرفاش میبارید منو بی‌دفاع میکرد و به سمتش نزدیکتر میشدم. 2 هفته نگذشته بود که تبدیل شده بودیم به دوستای نسبتاً صمیمی. البته صمیمیت بیشتر از طرف اون بود. مثلا یه روز در خونه ما رو زد با یه ظرف کیک خونگی. گفت ملیحه جون امتحان کن ببین چطور شده. یه روز دیگه برای نیکتا کتاب داستان خریده بود و از من که معلم بودم میخواست براش بخونم. میومد توی خونه ما گپ میزدیم. گاهی نیکا رو هم می آورد. دخترک شیرین و بازیگوشی بود ولی یه جوری مضطرب به نظر می رسید. زیاد نمی خندید. امیر از رابطه من و فریبا اصلا استقبال نکرد. یه شب بهم گفت ملیحه یکم احتیاط کن. خیلی زود داره خودش رو تو زندگی ما جا میکنه. اونم یه همسایه است نه یه فامیل. یه مرزی بذار. من گفتم چی شده مگه؟ خوشحالم یه دوست اینجا پیدا کردم. اونم تنهاست. مشکلی داره؟ امیر فقط شونه‌شو بالا انداخت و گفت نه والا فقط بهت گفتم.
یه چیز دیگه هم بود. فریبا همیشه، اما واقعا همیشه، در مورد امیر سوال میکرد. امیر چی کار میکنه؟ کجا کار میکنه؟ قبلا کجا کار میکرد؟ خانوادش کجان؟ من با کلی احتیاط جواب میدادم. یه بار حتی پرسید اصلا امیر سفر رفته مثلا شمال یا خارج؟ من گفتم چند بار با هم رفتیم شمال. چرا میپرسی؟ سری گفت همین جوری، دوست دارم بیشتر بشناسمتون. یه لحظه نگاهش عجیب بود. بعد موضوع رو عوض کرد. این سوالا یکم منو معذب میکرد. ولی با خودم میگفتم شاید چون شوهرش نیست ذهنش درگیر روابط دیگران شده. شاید حس کنجکاوی زیادی داره. 2 ماه از آشناییمون گذشته بود. یه عصر جمعه امیر برای کاری رفته بود بیرون. من تصمیم گرفته بودم غذایی که دوست داره رو درست کنم. قرمه سبزی. داشتم سبزی رو تفت میدادم که بوی نعنا و جعفری تموم آشپزخونه رو پر کرده بود. پنجره رو باز کرده بودم تا بوی غذا نگیره خونه. همینطور که داشتم حرارت ملایم زیر قابلمه رو کم می‌کردم، یه صدای جیغ بلند و کشیده از پایین بلند شد. صدای یه بچه بود. صدای نیکا بود. اول فکر کردم داره بازی میکنه. ولی جیغ دوم اومد. این بار بلندتر، پر از ترس. بعد گفت مامان، مامان. قلبم ریخت روی زمین. دستم و با عجله به دستمال کشیدم. اجاق رو روی کمترین حرارت گذاشتم و دویدم بیرون. از آپارتمان رفتم طرف واحد اونا. راپله ساکت و خالی بود. ولی از در طبقه 4، از پشت در خونه فریبا صدای حقحق گریه نیکا می اومد. در حالی که قلبم به شدت میزد در زدم. چند ثانیه طول کشید. بعد در باز شد. نیکا وایستاده بود. صورتش غرق اشک، چشمای قهوه‌ای کوچیکش از وحشت گرد شده بود. پشتش توی هال آپارتمان کسی نبود. نیکا جان چی شده؟ مامانت کجاست؟ گفت مامانم افتاده. دکترک فقط به سمت آشپزخونه اشاره کرد و گریه میکرد. من وارد شدم. در آشپزخونه باز بود. صحنه‌ای که دیدم خون رو توی رگام یخ زد. فریبا روی زمین کنار ظرفشویی به پشت افتاده بود. صورتش سفید شده بود. چشماش بسته بود. یه ظرف از دستش خورده بود زمین و تیکه‌های خرد شدهش پخش شده بود. شیر آب نیمه باز بود و آب میچکید. فریاد زدم فریبا، فریبا و دویدم طرفش. نیکا هم با گریه اومد پشت سرم وایساد. کنار فریبا زانو زدم. نفس میکشید. نفسهای کم عمق و بریده. نبضشو گرفتم. تند میزد. بیهوش شده بود. گفتم نیکا جان نترس. مامانت خوب میشه. برو یه لیوان آب برام بیار. سعی کردم آروم باشم. نیکا با ترس رفت و بعد از یه لحظه با یه لیوان آب برگشت. با لیوان آب صورت فریبا رو خیس کردم. واکنشی نشون نداد. هوا گرم بود. پیراهن یقه‌دار و آستیندار بلندی به تن داشت. فکر کردم شاید نفسش تنگ شده. باید دکمه‌هاشو باز می‌کردم تا هوای بیشتری بهش برسه. با دستای لرزون شروع کردم به باز کردن دکمه‌های یقه پیراهنش. 3 تا دکمه رو باز کردم. هنوز چیزی معلوم نبود. استخون ترقوش مشخص بود. دکمه 4 رو باز کردم و یقه پیراهن رو به 2 طرف کشیدم تا سینه‌اش بیشتر در معرض هوا قرار بگیره. و اونجا بود که اون رو دیدم. اولش فکر کردم دارم اشتباه میبینم. نزدیکتر شدم. سمت چپ دقیقاً روی قلبش یه خالکوبی کوچیک بود. حرفش عجیب بود. طرحش هم. ترکیبی از یه علامت فلش مورب و یه حرف لاتین که شبیه آ بود. ولی تهش گرد بود. طرح ساده و تقریباً محوی ولی کاملاً قابل تشخیص. دستام شروع کرد به لرزیدن شدید. دهنم خشک شد. دنیا برای چند ثانیه دور سرم چرخید چون من این طرح رو میشناختم. دقیقاً عین همون روی شونه راست امیر توی همون نقطه یه خالکوبی کاملاً مشابه وجود داشت. بار اولی که اونو دیده بودم موقع ازدواجمون بود. ازش پرسیده بودم این چیه؟ کی زدی؟ فقط خندید و گفت یه یادگاری از دوره جوونیمه. یه سفر با دوستام که رفته بودیم این تتو رو زدم. مهم نیست. دیگه هیچ وقت در موردش صحبت نکرده بودیم. و حالا عین همون طرح روی پوست فریبا بود. چطور ممکن بود؟ چه ارتباطی بین امیر و فریبا میتونست باشه؟ 2 تا انسان که طبق گفته هاشون همدیگر رو نمیشناختن. امیر که هیچ وقت اشاره‌ای به فریبا نکرده بود. حتی وقتی فهمید باهاش دوستم اون سوالات عجیب و در مورد امیر از طرف فریبا. اون کنجکاوی ها. ای خدا، پس این فقط یک کنجکاوی ساده نبود.
نیکا تکونم داد. خاله، مامان خوب میشه. صداش منو به خودم آورد. باید کمک میکردم اول. بقیه چیزا رو بعدن راجبش فکر میکردم. با وجود شوک شدیدی که بهم وارد شده بود، سعی کردم تمرکز کنم. دوباره آب به صورت فریبا پاشیدم. این بار یه ناله کوچیک کرد و پلکاش تکون شد. گفتم فریبا جون بیدار شو. چشماش رو به سختی باز کرد. نگاهش سرگردون بود. اول منو ندید. بعد روی صورتم متمرکز شد. یه لحظه گیج به نظر می رسید. چی شده؟ صداش ضعیف بود. روی زمین افتاده بودی. نیکا کمک خواست. حالت چطوره؟ سعی کرد بلند بشه. من کمکش کردم تا به تکیهگاه دیوار تکیه بده. رنگ به صورتش نبود. سرم گیج رفت. نفسم بند اومد. نفس میزد. بعد ناگهان چشمش افتاد به یقه باز شده پیراهنش. یه جاخوردگی ناگهانی توی صورتش ظاهر شد. با حرکت سریعی دو طرف یقه رو گرفت و روی هم کشید، طوری که دیگه هیچی از پوست سینه‌اش دیده نمی‌شد. این حرکت انقدر سریع و پر از وحشت بود که شک منو به یقین تبدیل کرد. اون میدونست که من دیدمش. گفت مرسی ملیحه جون، خوبم، فقط یکم فشارم افتاده بود. با صدایی که سعی داشت عادی باشه ولی چشماش از من فرار میکرد. گفتم حتما باید دکتر تو رو ببینه، باید به اورژانس زنگ بزنم. گفت نه لازم نیست، واقعا خوبم، یه استراحت کوچیک کنم حالم خوب میشه. اصرار داشت که به اورژانس زنگ نزنم. نگاهم به نیکا افتاد که ترسیده کنار دیوار وایستاده بود. نمیتونستم بحث کنم. گفتم باشه، اما حداقل برو توی اتاقت دراز بکش. من میام کنارت برات چای شیرین درست میکنم. با اکراه قبول کرد. کمکش کردم تا بلند شه و به اتاق خوابش بره. وقتی روی تخت خواب دراز کشید چشماشو بست. من برگشتم آشپزخونه. تیکه های ظرفای شکسته رو جمع کردم. چایی براش درست کردم. دستام میلرزید. اون علامت مثل یه مهر آتیش توی بود. وقتی با لیوان چای برگشتم اتاق، فریبا چشماشو باز کرد. نگاهش عمیق و پر از معنا بود. نگاه عجیبی بود. ترس، عذاب، هشدار. نمیتونستم تشخیص بدم. ملیحه شروع کرد. صداش خشدار بود. چیزی شده. سوالش مستقیم بود. توی اون لحظه همه چیز برام واضح شد. اون میدونست که من اون تتو رو دیدم. دروغ گفتن فایده‌ای نداشت براش، اما راست گفتنش هم خطرناک به نظر می رسید. یه جور بازی شروع شده بود و من نمیدونستم قواعدش چیه. من آروم گفتم فریبا، یه علامتی رو روی سینت دیدم، عین همونی که روی شونه امیره. چشماش برای یه لحظه گشاد شد. انگار از صداقت من شوکه شده بود. بعد نگاهش به طرف در رفت. مثل اینکه مطمئن بشه کسی گوش نمیده. وقتی دوباره به من نگاه کرد، چشماش پر از اشک شده بود. ملیحه، لطفاً به هیچ کس چیزی نگو. نه به امیر، نه به هیچ کس دیده. واسه امنیت خودت میگم. امنیت من؟ چی داری میگی فریبا؟ این علامت چیه؟ تو امیر رو میشناسی؟ از کجا؟ سرشو به علامت نه تکون داد و اشک روی گونه‌اش سرازیر شد. نه، نمیتونم بگم. فقط لطفاً فراموش کن چی دیدی. به هم قول بده، به امیر نگی. قول بده. ترس عمیقی توی صداش بود. ترس واقعی. این یه بازی نبود. یه چیز اشتباه بود. خیلی اشتباه. فریبا، اگه خطری هست به من بگو. باید بدونم. من توی این ماجرا کشیده شدم. همین که نمیدونی تو رو ایمن نگه میداره. لطفاً برو. من خوبم. فقط برو و فراموش کن. اصرار میکرد که برم. خودم هم نمیتونستم دیگه تحمل کنم. باید میرفتم تا فکر کنم. به نیکا گفتم مراقب مامانت باش و اگه چیزی شد بیاد به من بگه. بعد با پاهای لرزون از آپارتمانشون بیرون اومدم. وقتی در آپارتمان خودمون رو باز کردم هنوز دستام میلرزید. بوی قرمه سبزی تموم آشپزخونه رو پر کرده بود، ولی حالا برای من بوی خطر میداد. توی سالن وایسادم و به همه چیز نگاه کردم. به مبلایی که با هم انتخاب کرده بودیم، به عکس عروسیمون روی دیوار، به کتابای امیر روی قفسه. همش دروغ بود. آیا شوهری که 7 سال با هم زندگی کرده بودیم راز بزرگی داشت و به من نگفته بود؟ فریبا، اون زن به ظاهر تنها و دوست داشتنی کی بود؟ یه صدایی از پشت سرم اومد. عزیزم، من برگشتم. چرا اینطوری وایسادی وسط سالن؟ امیر پشت سرم وایساده بود. کتش روی دستش بود. نگاه مهربون و همیشگیشو به من دوخته بود. همون نگاهی که عاشقش بودم. ولی حالا
اون نگاه برای من یه معنی دیگه داشت. زیر پیراهنش، روی شونه راستش، اون علامت پنهون بود. علامتی که فریبا هم داشت. چطور میتونستم طوری رفتار کنم که نفهمه چیزی فهمیدم؟ باید بازی میکردم. باید نقش یه زن ساده و بیخبر رو بازی میکردم. در حالی که دنیام به هم ریخته بود. لبخند زدم یا شاید سعی کردم لبخند بزنم. گفتم عزیزم چیزی نیست. دارم غذا میپزم. فقط یکم سردرد گرفتم. امیر اومد کنارم. دستش رو روی پیشونیم گذاشت. گفت تب داری، رنگت پریده. لمس دستش که قبلا برام آرامش بخش بود حالا باعث یه لرز ناخوشایند توی وجودم شد. عقب کشیدم. گفتم نه خوبم. برم یه سر به غذا بزنم. رفتم توی آشپزخونه. به در آشپزخونه تکیه دادم. نفسهای عمیقی کشیدم. صدای قدمای امیر رو میشنیدم که به اتاق خواب میرفت. معمولاً اون کت و شلوارش رو عوض میکرد. یه فکر شیطانی به ذهنم اومد. هیچ وقت بدون اجازه به وسایل شخصی امیر سرک نکشیده بودم. اما الان مجبور بودم. با احتیاط از آشپزخونه بیرون اومدم. صدای آب حموم می اومد. فرصت خوبی بود. رفتم اتاق خواب. کت امیر روی صندلی افتاده بود. با دستای لرزون جیباشو گشتم. توی جیب داخلی کتش یک کیف پول چرمی پیدا کردم. قلبم به شدت میزد. طوری که فکر میکردم صداش به همون میرسه. کیفشو باز کردم. کارت‌ها، پول نقد، یه قبض پمپ بنزین و ته کیف یه کلید. کلیدی که برای هیچ کدوم از قفلای خونه ما نبود. کلید معمولی برنزی رنگ. کلیدو برداشتم و توی جیب کتم گذاشتم. بعد کیف رو سر جاش گذاشتم. همینطور که داشتم از اتاق خواب بیرون می اومدم چشمم به لپتاپ امیر روی میز کارش افتاد. همیشه رمز داشت. هیچ وقت سعی نکرده بودم رمزشو پیدا کنم. اما الان مجبور بودم. صدای آب قطع شد. وقت تموم شده بود. با عجله از اتاق بیرون اومدم و رفتم توی آشپزخونه. قابلمه رو هم زدم. در حالی که کلید ته جیبم مثل تیکه‌ای از آتش سنگینی میکرد. امیر اومد توی آشپزخونه و گفت بوی غذات حرف نداره. فریبا یه ظرف کیک آورده بود. گفتم بهش دلت میخواد. عمدن اسم فریبا رو بردم تا واکنشش رو ببینم. یه لحظه مکث کرد. یه مکث خیلی کوتاه ولی کافی بود. بعد با همون صدای عادی گفت نه الان نه، با غذا خوب نیست. چرا؟ مگه امروز اومده بود اینجا؟ آره ظهر یکم گپ زدیم. به نظر خسته میرسی. دروغ میگفتم و از خودم متنفر بودم. خیلی خوبه که با کسی دوست شدی. اینو گفت و یه لیوان آبو برداشت ولی نگاهش به من نبود. به پنجره بود. به طبقه پایین. اون شب غذا رو توی سکوت خوردیم. من نمیتونستم به چشماش نگاه کنم. ذهنم درگیر بود. اون علامت، کلید، سوالات فریبا. ترس توی چشمای فریبا. همه اینا یه قصه تاریک رو شکل میداد که من توش نقش داشتم بدون اینکه بخوام. بعد از غذا امیر گفت فردا باید برم شهرستان. 2 روز اونجا میمونم. معمولاً این سفرهای کاری براش پیش می اومد ولی حالا همه چیز معنای جدیدی داشت. کدوم شهرستان؟ گفت کرمان. چرا؟ دروغ میگفت یا راست میگفت نمیدونستم. فقط سرمو تکون دادم. وقتی خوابیدم اون شب خوابم نبرد. کنارم دراز کشیده بود. مردی که فکر میکردم تموم رازهاش رو میدونم. حالا فهمیده بودم که من براش یه غریبه‌ام. یه غریبه که 7 سال با هم زندگی کرده بودیم. اشک توی چشمام جمع شده بود. به سقف خیره شده بودم. باید تصمیم میگرفتم یا چشمام رو روی همه چیز میبستم و زندگی قبلیم رو ادامه میدادم. این راز مخوف که هر لحظه میتونست منفجر بشه یا وارد بازی تاریکی میشدم که نه قواعدش رو میدونستم نه بازیکنای اصلیش رو میشناختم. فکر کردم به فریبا، به اون ترس عمیق توی چشماش. اون گفته بود واسه امنیت خودت. آیا اگه سکوت میکردم در امان میموندم یا فقط وقت میخریدم برای یه فاجعه بزرگتر؟ صبح امیر با لباس مسافرتی بیدارم کرد. منو بوسید و رفت. گفت مراقب خودت باش ملیحه جون. این بار به چشماش نگاه کردم. توی عمق چشمای قهوه‌ایش یه چیزی دیدم که قبلا ندیده بودم. یه سایه، یه درویی، یا شاید فقط تصور خودم بود. بعد از اینکه رفت خونه خلوت شد. ولی برعکس قبل این خلوت آرامش بخش نبود. پر از سایه بود. پر از صدای پنهون بود. رفتم توی اتاق کارش. لپتاپش اونجا بود. رمزش چی بود؟ تاریخ ازدواجمون رو زدم اشتباه. تاریخ تولدم اشتباه.
تاریخ تولد خودش اشتباه. یهو یاد کلید افتادم. از جیب لباس دیشبم درش آوردم. کلید برنزی ساده‌ای بود. برای کجا میتونست باشه؟ یه صندوق امانات، یه گاف صندوق، یه خونه، یه اتاق مخفی. تصمیم گرفتم برم پایین، برم پیش فریبا. باید حقیقت رو میدونستم. اگه امیر نبود شاید فریبا حرف بزنه. درو زدم. چند دقیقه بعد فریبا در باز کرد. صورتش رنگ پریده بود. چشماش پف کرده بود. مثل من اونم شب نخوابیده بود. گفتم میتونم بیام تو، میخوام باهات صحبت کنم. ترسید. نگاهش به راپله افتاد. مطمئن شد کسی نیست. بعد به آرومی گفت بیا تو. وارد خونه شدم. نیکا پیش مادر بزرگش بود. فریبا مستقیم رفت توی آشپزخونه و چای ریخت. دستاش میلرزید. گفتم فریبا دیگه نمیتونم طوری رفتار کنم که انگار هیچی نشده. من دارم دیوونه میشم. باید بدونم این علامت چیه. تو و امیر چه ارتباطی با هم دیگه دارید؟ فریبا به من نگاه کرد و توی نگاهش دیگه اون ترس نبود. یه جور تسلیم بود. ملیحه تو وارد یه بازی خطرناک شدی که هیچ وقت نباید واردش میشدی. گفتم ولی واردش شدم. حالا چی کار کنم؟ گفت برو. از این ساختمون برو. یه بهونه بساز. بگو مثلا به خاطر کارت باید نقل مکان کنی. از امیر جدا شو و برو. گفتم جدا بشم؟ تو داری میگی من از شوهرم جدا بشم به خاطر یه علامت؟ به خاطر چیزی که این علامت نشونش میده. امیر همونی نیست که فکر میکنی. گفتم پس کیه؟ تو کی هستی؟ فریبا نفس عمیقی کشید. سالها پیش من و امیر عضو یه گروه بودیم. یه گروه خاص. این علامت نشون عضویت توی اون گروه بود. گفتم چه جور گروهی؟ نمیتونم بگم. فقط بدون که ما تصمیم گرفتیم از گروه خارج بشیم. هر کدوم راه خودمونو بریم. قرار بود هیچ وقت همدیگر رو نبینیم. هیچ ارتباطی با هم نداشته باشیم. من اومدم این شهر رو ازدواج کردم. بچه دار شدم. فکر میکردم امیرم رفته یه جای دور تا اینکه 3 ماه پیش شوهرم که مسافرته گفت یه شرکت مهندسی این ساختمون رو پیشنهاد داده برای سکونت بعضی از کارمنداش. من فقط وقتی اسباب کشیمون تموم شد و اومدم بالا تابلوی نام ساکنین رو دیدم. اونجا بود که اسم امیر رو توی طبقه 5 دیدم. شوکه شدم. پس اون وقت این آشنایی باهاشون تصادفی نبود. تو میدونستی که ما کی هستیم؟ آره میدونستم. میخواستم بدونم قصدش چیه. آیا تصادفی اینجاست یا دنبال منه؟ یا اون هنوز با گروه کار میکنه و اومده اینجا که منو زیر نظر بگیره؟ یا شاید اومده که کار تموم شده رو تموم کنه. یعنی چی؟ صدای من لرزید. یعنی کسایی که از گروه خارج میشن برای گروه مناسب نیستن. قرار بود ما مرده فرض بشیم. حالا که من پیداش کردم حرفشو قطع کرد و به پنجره نگاه کرد. گفتم پس اون سوالاتت در مورد امیر. میخواستم مطمئن بشم اون واقعا همون امیره و اینکه آیا تو چیزی میدونی یا نه. وقتی فهمیدم تو بیخبری سعی کردم نزدیکت بشم تا شاید بتونم ازت محافظت کنم یا حداقل اگه روزی چیزی برام پیش اومد تو بدونی که تصادفی نبوده. دیشب چی شد؟ چرا افتادی؟ فریبا دستش رو به شقیقش برد. استرس شدید. چند روز احساس میکنم کسی تعقیبم میکنه. دیشب یه سایه پشت پنجره آشپزخونه دیدم. بعد همه چیز تیره و تار شد. ترس وجودمو گرفت. حالا چی کار کنیم؟ به پلیس بگیم؟ پلیس؟ این گروه از پلیس قوی تره. اگه قرار باشه کسی بهمون کمک کنه باید از داخل خود گروه باشه. ولی من کسی رو ندارم. گفتم اون گروه چی کار میکنه؟ فریبا نگاه غمگینی به من کرد و جواب نداد. یعنی بدتر از این حرفا بود. امیر فردا برمیگرده فریبا. چطور میتونم روبروش عادی رفتار کنم؟ مثل من بازی کن. سعی کن چیزی نشون ندی و در اولین فرصت ازش جدا شو. در مورد منم نگران نباش. منم یه راهی پیدا میکنم. اما حرفاش قانعم نکرد. نمیتونستم برم و زندگیمو رها کنم. نه بدون توضیح نه بدون فهمیدن حقیقت. از خونه فریبا که بیرون اومدم دوباره اون کلید تو جیبم بود. باید جاشو پیدا میکردم. شاید اون کلید پاسخ تمام سوالام بود. تصمیم گرفتم برم گشتن توی ساختمون. شاید کلید مربوط به یه انباری یا پارکینگ مخفی باشه. پارکینگ ساختمون رو میشناختم. انباری ما رو هم میدونستم این کلیدش نیست. کلید برای اونا نبود. داشتم از راپله پایین میرفتم که چشمم به در کوچیک ته راپله کنار زباله‌دونا افتاد. در همکف، یه در فلزی سبز رنگ که همیشه قفل بود. فکر میکردم مربوط به موتورخونه یا لوله کشی باشه. هیچ وقت توجهمو جلب نکرده بود. از قضا امروز نگهبونش برای تعمیرات اومده بود و درو باز گذاشته بود و رفته بود ته پارکینگ وسایلشو بیاره.
با احتیاط داخل شدم. پله‌های باریکی به زیر زمین میرفت. نور کم بود. پایین که رفتم یه راهروی باریک با چند تا در دیدم. بیشترشون قدیمی و غبار گرفته بودن. موتورخونه از یه طرف صداش می اومد ولی انتهای راهرو یه در فلزی بود. دری شبیه در گاف صندوق امانات. بی صدا رفتم سمت اون در. یه قفل ساده روش بود. با دست لرزون کلید برنزی رو در آوردم و داخل قفل کردم. کاملا جا رفت، چرخید و قفل باز شد. قلبم داشت از سینم میزد بیرون. در رو به آرومی باز کردم. داخلش یه اتاق کوچیک تقریباً 2 در 2 متر بود. یه میز کوچیک، یه صندلی و یه گاف صندوق کوچیک روی میز. روشنایی یه لامپ کوچیک. وارد شدم. در رو پشت سرم بستم. روی میز خاک بود. کسی مدت‌ها اونجا نیومده بود. گاف صندوق قفل بود. رمز میخواد. برگشتم. اونجا هیچ جا کلیدی نبود. یهو چشمم به ته میز افتاد. یک کشوی کوچیک داشت. کشویو باز کردم. توش پر بود از کاغذهای تا شده. با دست لرزون اولین کاغذو باز کردم. عکس بود. عکس سیاه و سفید. عکس چند تا جوون حدوداً 20 ساله که دور هم وایساده بودن. صورتاشون رو خوب نگاه کردم. یکی از اونا امیر بود با صورتی جوون ولی با همون نگاه. کنارش فریبا بود با موهای کوتاه و نگاه جدی و چند نفر دیگه که نمیشناختمشون. همشون لباسای ساده‌ای پوشیده بودن. عکس دومو باز کردم. این یکی رنگی بود. امیر و فریبا کنار هم توی یه آزمایشگاه وایساده با روپوش سفید. بازم اون علامت. این بار روی یه تابلو پشت سرشون نقش بسته بود. کاغذ سوم یه گزارش فنی بود پر از اصطلاحات مهندسی و علمی که نصفشو نمیفهمیدم ولی تیترشو فهمیدم. پروژه انتقال و ذخیره‌سازی داده‌های حیاتی با استفاده از کدای زیستی. یعنی چی؟ یعنی اینا کی بودن؟ یه گروه علمی؟ کاغذهای بعدی نامه‌هایی بودن به زبان انگلیسی از طرف یه شرکت بین‌المللی. موضوع فسخ قرارداد به دلیل عدم پایبندی به اصول اخلاقی پژوهش و اونجا بود که یه نامه توجه منو جلب کرد. نامه‌ای از طرف یه مؤسسه دولتی، تاریخش مربوط به 10 سال پیش بود با عنوان هشدار در مورد پیامدهای غیرقابل کنترل پروژه. اینا دانشمند بودن، محقق بودن. این همه رازداری و ترس چرا؟ یه صدایی از بیرون شنیدم. صدای قدم. کسی داشت پایین می اومد. با عجله عکس‌ها و کاغذها رو توی کشو گذاشتم و کشویو بستم. لامپو خاموش کردم و پشت در وایسادم. نفس می زدم. قدمهاش نزدیک شدن. ایستادن پشت در. دسته در تکون خورد اما در قفل بود. بعد از چند ثانیه قدم‌ها دور شدن. نفسم تندتر شد. باید فرار می کردم اما نمیتونستم. دوباره لامپ روشن کردم. گاف صندوق رو نگاه کردم. رمزش چی بود؟ تمام رمزا رو که میزدم اشتباه بود. یهو یاد اون علامت افتادم. اون طرح ترکیبی شاید عددی توی خودش داشت. فلش مورب شاید عدد 1. اون حرف لاتین شبیه آ بود. تهش گرد بود. شاید کیو بود یا شاید ترکیبشون. به ترتیب همشون رو امتحان کردم ولی هیچ کدوم نبود. استرس داشتم. مغزم رو از کار مینداخت. باید فرار میکردم قبل از اینکه پیدام کنن. با آخرین تلاش تاریخ امروز رو زدم. محال بود. ناامید دستم رو روی گاف صندوق گذاشتم. یهو متوجه یه چیزی شدم. روی بدنه گاف صندوق یه خراش کوچیک بود. یه علامت عمدی. نزدیکتر شدم. اونجا با خط نازکی عددی کنده شده بود. 0912. این شماره موبایل نبود. خیلی کوتاه بود. شاید یه تاریخ بود. به هر حال اونو زدم و گاف صندوق باز شد. در گاف صندوق رو به آرومی باز کردم. توش چیز زیادی نبود. یه فلش مموری کوچیک، یه پاسپورت با عکس امیر ولی با یه اسم دیگه، آرمان رضایی. فلش مموری و پاسپورت رو برداشتم رفتم خونه. اتاقم مرتب کردم و با دقت بیرون اومدم. در رو قفل کردم. با گوش تیز مطمئن شدم کسی اونجا نیست. بعد با نهایت احتیاط از راپله بالا رفتم و به آپارتمان خودمون برگشتم. فلش رو به لپتاپ خونه زدم. رمز نداشت. توش چند تا فایل ویدئویی بود. اولی رو باز کردم. یه فیلم قدیمی. کیفیتش پایین بود. توی فیلم امیر و فریبا و چند نفر دیگه جلوی یه دستگاه بزرگ کامپیوتری وایساده بودن. یه نفر داشت توی میکروفون حرف میزد. ویدئو دوم کیفیت بهتری داشت. فریبا بود تنها جلوی دوربین. صورتش پر از استرس بود. داشت میگفت اگه اینو میبینید یعنی من دیگه زنده نیستم. ما فکر میکردیم داریم روی یه تکنولوژی انتقال اطلاعات کار میکنیم
ولی اشتباه میکردیم. اونا دارن ذهن آدما رو اسکن میکنن و انتقال میدن. میخوان ما رو کنترل کنن. ما وقتی فهمیدیم تصمیم گرفتیم فرار کنیم، اما اونها پیدامون میکنن. امیر فکر میکنه میتونه قایم بشه، ولی من میدونم اونا پیدامون میکنن. آخرین ویدئو فقط یه فایل صوتی بود. صدای امیر بود ولی جوون‌تر. داشت با استرس میگفت فریبا اگه اینو شنیدی یعنی منم مثل تو گیر افتادم. اونا میدونن ما کجاییم. تنها راه پاک کردن همه چیزه. پاک کردن خاطراتمون. من دارم میرم. میخوان بخشی از خاطراتمو پاک کنن. تو هم باید همین کارو بکنی. فقط اینطوری میتونیم آزاد بشیم. بعد از عمل ما همدیگر رو نمیشناسیم. قرار زندگی جدیدی رو شروع کنیم. فقط یه چیز، علامت رو پاک نکن. اگه روزی یادمون اومد علامت تنها راه اثبات هویتمونه، مراقب خودت باش. صدا قطع شد. من اونجا نشسته بودم با چشمای خیره به صفحه لپتاپ. همه چیز برام عجیب و باور نکردنی بود. انتقال ذهن، پاک کردن خاطره، اینا مربوط به فیلمای علمی تخیلی بود. اما مدارک رو دیدم، عکس‌ها رو، پاسپورت جعلی و ترس واقعی فریبا و امیر رو. امیر بخشی از خاطراتش رو از دست داده بود. خاطرات مربوط به فریبا و این پروژه. فریبا هم همینطور. ولی چرا حالا دوباره پیداش کردن همدیگر رو؟ تصادفی بود یا طراحی شده؟ صدای زنگ در منو از فکرای عمیق بیرون کشید. عرق سردی به تنم نشسته بود. چه کسی میتونست باشه؟ با احتیاط سمت آیفون رفتم. تصویر مردی رو نشون میداد که نمیشناختمش. لباس رسمی داشت. گفت با امیر آقا کار دارم. گفتم مسافرته. مهمونه. گفت شما ملیحه خانم هستید؟ گفتم بله. گفت لطفاً درو باز کنید. در مورد یه مسئله مهم باید باهاتون صحبت کنم. اسم اون شرکت که آورد توی مدارک دیده بودم. ترس تموم وجودم رو فرا گرفت. چی کار باید میکردم الان؟ آیفون توی دستم یخ زده بود. صدای مرد ناشناس دوباره تکرار شد. ملیحه خانم درو باز کنید. میدونم همسرتون اینجا نیست. میخوام کمکتون کنم. کمک؟ بعد از چیزهایی که دیده بودم تنها چیزی که میخواستم این بود که این مرد بره. ولی میترسیدم. اگه درو باز نکنم ممکنه به زور بیاد تو. اگه باز کنم خدا میدونه چه بلایی سرم میاد. یه ایده به ذهنم رسید. با لرزش صدا گفتم لطفاً کارت خودتون رو بذارید جلوی دوربین آیفون. مکس کوتاهی کرد. بعد یک کارت با نشان یه شرکت و مقالب دوربین قرار داد. روی اون نوشته شده بود واحد امنیت اطلاعات. اسمش آقای رامین بود. متشکرم ولی من حال خوبی ندارم. اگه امکان داره فردا با همسرم تماس بگیرید. گفت خانم موضوع فوریه. مربوط به خانم فریبا همسایه طبقه 4 شماست. اگه الان باش من صحبت نکنید ممکنه برای هر دوی شما اتفاق بدی بیفته. اسم فریبا مثل یه سیلی محکم به صورتم خورد. اونا همدیگر رو میشناختن. پس واقعا تحت نظر بودن. شاید باز کردن در خطرناکترین کار ممکن بود، اما شاید تنها راه فهمیدن حقیقتم بود. با جونی که توی بدنم نبود دکمه در ورودی رو زدم. صدای قیرج در از راه دور شنیده شد. چند لحظه بعد صدای آسانسور اومد. در آپارتمان رو نیمه باز گذاشتم و خودم پشت در قایم شدم. انگار که اون چند سانتیمتر چوب بتونه از من محافظت کنه. مرد قد بلندی با کت شلوار سرمه‌ای با چهره جدی و بی احساس اومد دم در. با نگاه تیزش منو برانداز کرد. اجازه بدید بیام داخل. خب بفرمایید. وارد شد. توی سالن وایساد، به اطراف نگاه کرد. انگار در حال ارزیابی خطر یا شاید در حال جستجوی چیزی بود. چیزی برای نوشیدن ندارم تعارف کنم. گفتم تا سکوتو بشکنم. نیازی نیست. میدونم شوکه شدید. اول بگم که قصد آسیب به شما رو ندارم. ما فقط میخوایم وضعیت رو بسنجیم و یه پایان آروم برای این ماجرا درست کنیم. چه ماجرایی؟ شما کی هستید؟ اسم من رامینه. من مسئول پاکسازی پرونده‌های قدیمی پروژه هستم. همانطور که حدس زدید امیر و فریبا زمانی برای ما کار می‌کردند. پروژه فناوری پیشگامانه در زمینه ذخیره‌سازی داده‌های عصبی بوده، اما اون دو نفر روش‌های اخلاقی ما رو زیر سوال بردن و با برداشتن داده‌های حساس فرار کردن. دروغ میگفت یا راست، حرفاش با اون چه دیده بودم جور در می اومد، ولی لحنش بی حد کنترل شده و رسمی بود. چرا الان؟ چرا بعد از این همه سال اومدید اینجا؟ چون اخیراً متوجه فعالیت‌های مشکوک اونا شدیم. تماس‌های پنهانی ممکنه قصد فروش اطلاعات رو داشته باشن. ما اومدیم مطمئن بشیم
که حافظه اونا واقعا پاک شده و هیچ خطری برای شرکت وجود نداره. حافظه پاک شده. سعی کردم خودمو به نادونی بزنم. بله، بخشی از قرارداد جدا شدن از پروژه پاکسازی انتخابی حافظه مربوط به جزئیات فنی بوده. یه عمل پیشرفته و بدون عارضه. اما گاهی اوقات خاطرات سرک میکشن. ما باید مطمئن بشیم که این اتفاق نیفتاده. و اگر اتفاق افتاده باشه، مرگ نگاه خنکی به من انداخت. در اون صورت مجبور به مداخله میشیم برای حفظ منافع شرکت. حرفش باعث لرزیدن وجودم شد. من چیزی نمیدونم. امیر فقط همسرمه. من یه معلم ساده هستم. خانم ملیحه، ما میدونیم که شما به اتاق مخفی توی زیرزمین دسترسی پیدا کردید. فلش مموری و پاسپورت رو برداشتید. نگاهش به کیف دستی من روی مبل افتاد. خون توی رگام یخ زد. اونا همه جا رو دید میزدن. لطفاً اون وسایل رو به من بدید. مقاومت فایده‌ای نداشت. با دستای لرزون کیف و آوردم و فلش و پاسپورت رو بهش دادم. اون داخل پاکتی گذاشت و بدون نگاه کردن بهشون گفت متشکرم. حالا سوالات من. آیا امیر یا فریبا در مورد گذشته خاطرات عجیب یا کابوس‌های تعریفی چیزی کردن؟ گفتم نه هرگز. آیا امیر هیچ واکنش غیرعادی نسبت به فریبا نشون داده یا برعکس؟ گفتم نه. مرد چند لحظه سکوت کرد. بعد بلند شد. به نظر می رسید که عملیات پاکسازی موفقیت آمیز بوده و خاطرات سرک نکشیدن. این خوبه. برای شما و برای اونا. به سمت در رفت. دستش رو روی دستگیره گذاشت و برگشت. یه توصیه دوستانه. این اتفاقا رو فراموش کنید. زندگی عادی خودتون رو ادامه بدید و از ارتباط با فریبا خودداری کنید. برای سلامت خودتون میگم. بدون اینکه منتظر جوابی باشه رفت. من پشت در وایساده بودم و به فضای خالی خیره شده بودم. چند دقیقه بعد که تونستم حرکت کنم، اولین کاری که کردم دویدن به طرف پنجره و نگاه کردن به خیابون بود. یه ماشین ساده نقره‌ای رنگ اونجا پارک بود. مرد سوار شد و رفت. تمام شب و بیدار بودم. به حرفای اون مرد فکر کردم. آیا راست میگفت؟ آیا اونا واقعا فقط میخواستن مطمئن بشن که خطری وجود نداره؟ اون مداخله چی میتونست باشه؟ اون لحن آرام. صبح اولین فکری که به ذهنم رسید فریبا بود. باید بهش هشدار میدادم. هر چی که بود، ما الان هر دوتا توی این ماجرا بودیم. راپله رو دویدم پایین. جلوی در آپارتمان فریبا وایسادم. چند بار در زدم، جوابی نیومد. صدای زنگ رو شنیدم که درون آپارتمان میپیچید، اما کسی در رو باز نکرد. ترس وجودم رو گرفت. شاید براش اتفاقی افتاده. به طرف مدیر ساختمون رفتم. آقای رسولی، مرد میان سال بیخیالی بود. گفتم سلام آقای رسولی. همسایه طبقه 4 فریبا خانم جواب نمیده. نگرانشم. آقای رسولی ابروشو بالا انداخت. گفت فریبا خانم ایشون دیشب اسباب کشی کردن. گفتم چی؟ گفت انگار دیشب از اینجا رفتن. انگار زمین زیر پام خالی شد. بله، دیشب یه کامیون اسباب کشی اومد. خودش هم اومد دفترم. گفت به دلیل شغل شوهرش باید فوراً به شهر دیگه ای بره. قسط آخرش رو پرداخت کرد و رفت. گفتم آیا واسه من پیامی نذاشت؟ نه، فقط با عجله رفت. من مبهوت به آپارتمان خودم برگشتم. اسباب کشی نیمه شب بدون خداحافظی غیر ممکن بود. مگه اینکه مجبور شده باشه یا اون مرد دروغ گفته باشه و اونا فریبا رو برده باشن. تمام روز اضطراب داشتم. فردا امیر از سفر برگشت. وقتی درو باز کرد و لبخند همیشگی روی لبش بود، برای یه لحظه فکر کردم همه چیز یه کابوس بوده. گفت سلام عزیزم، خسته نباشی، چطوری؟ انگار که حالت خوب نیست. گفتم نه خوبم. سفر چطور بود؟ معمولی. کارا زودتر تموم شد. کدشو آویزون کرد و اومد کنارم نشست. چی شده؟ رنگت پریده. نمیتونستم دروغ بگم، اما باید امتحان میکردم. به آرومی گفتم امیر، یه چیز عجیبی پیش اومده. فریبا همسایه طبقه 4 دیشب ناگهانی عصب کشی کرده. چهرش کاملا بی‌تفاوت بود. حتی یه ذره هم تعجب یا کنجکاوی توی چشماش نبود. ابروهاشو در هم کشید. گفت فریبا کیه؟ یخ وجودم شکست. همسایه طبقه 4 زنی که گاهی میومد اینجا با دختر کوچیکش. امیر سرشو به نشونه نمیدونم تکون داد. ملیحه جان، من همچین کسی رو نمیشناسم. ما با همسایه‌ها ارتباط نداریم. شاید اشتباه میکنیم. اشتباه نمیکنم امیر. اون چند بار به خونه ما اومده. با هم چای خوردیم. تو هم اونو دیدی. امیر با نگرانی به من نگاه کرد، انگار که نگران سلامتی من باشه. اومد و دستش رو روی پیشونیم گذاشت. گفت تب نداری؟ شاید خسته ای. استرس داری. اما من واقعا یادم نمیاد. گفتم یادت نیست؟ یه علامت هم داشت. یه خالکوبی کوچیک روی سینه‌اش، عین همونی که روی شونه توه. دستش به طور ناخودآگاه به طرف شونه راستش رفت. نگاهش برای یه لحظه خالی شد. انگار توی جستجوی چیزی توی اعماق ذهنش بود. بعد سرش رو تکون داد. گفت من هیچ خالکوبی ندارم ملیحه. چی میگی؟
این بار من شوکه شده بودم. باور نمی‌کردم. نه عزیزم، من که همیشه بدون خالکوبی بودم. هیچ‌وقت خالکوبی نکردم. بیا خودت ببین. پیراهنشو بالا زد. پوست صاف و یک دست شونه راستش نمایان شد. هیچ چیزی نبود. نه جای زخم، نه اثر محو شده. هیچ، فقط پوست سالم. بهش خیره شدم. جهان دور سرم میچرخید. من اونو دیده بودم بارها، صدها بار. پس چطور ناپدید شده بود؟ با یه عمل جراحی سریع در عرض 2 روز غیر ممکن بود. امیر پیراهنشو پایین کشید و بغلم کرد. ملیحه، واقعا نگرانش شدم. باید بریم پیش دکتر. بدنم بی‌حس شده بود. آیا من دیوونه شده بودم؟ آیا همه اینا ساخته ذهن پریشون من بود؟ اینا خیلی واقعی بودن. فلش، پاسپورت، اتاقک زیرزمین، مرد ناشناس، اینا همه واقعی بودن. اما اگه حافظه امیر واقعا پاک شده بود، شاید اونا روشی برای پاک کردن آثار فیزیکی هم داشتن و فریبا اونو مجبور به فرار کرده بودن. یا حافظه اونم پاک کردن و به جایی دور فرستاده بودنش. اون شب وقتی امیر خوابید، من دوباره به سراغ لپتاپش رفتم. شاید رد پایی توی ایمیل‌ها یا تاریخچه جستجوهاش پیدا کنم. اما همه چیز پاک شده بود. تاریخچه مرورگر خالی بود. حتی فایلای قدیمی عکس ما هم دست نخورده به نظر می رسیدن. ولی به دقت بررسی کردم. توی هیچ کدوم اثری از خالکوبی روی شونه امیر توی استخر یا ساحل نبود. انگار اون خالکوبی هرگز وجود نداشته. روز بعد به بهانه خرید از خونه بیرون رفتم. مستقیم رفتم آپارتمان فریبا. این بار در رو با قدرت کوبیدم. بعد از چند دقیقه در باز شد. اما مرد جوونی با لباس راحتی پشت در بود. ببخشید، فریبا خانم اینجا زندگی میکنه؟ گفت نه، ما دیروز اومدیم. آپارتمان خالی بوده. واقعا رفته بود بدون هیچ اثری، مثل اینکه هرگز اونجا نبوده. حتی وقتی با مدیر ساختمون صحبت کردم با تعجب گفت خانم شما دیروز پرسیدید. گفتم که اسباب کشی رفته. واحدش هم الان اجاره داده. مطمئن باشید که اینجا نیست. آیا اونا حافظه آقای رسولی رو هم دستکاری کرده بودن؟ برای چند هفته من مثل یه آدم رباتوار زندگی کردم. سر کار میرفتم، غذا میپختم، با امیر حرف میزدم. اما ذهنم جای دیگه ای بود. مدام گوش به زنگ بودم که ماشین نقره‌ای رنگ برگرده یا یه نفر دیگه از راه برسه. اما زندگی به ظاهر آروم شده بود. امیرم مثل همیشه بود. محبت آمیز سر کار میرفت. با من برنامه ریزی میکرد برای بچه دار شدن. هیچ اشاره‌ای به فریبا، خالکوبی یا پروژه‌ای نبود. گاهی نگاه خالیش منو آزار میداد. انگار بخشی از وجودش خاموش شده بود. یه ماه بعد جرأت کردم و در مورد گذشته‌اش، دوران دانشجویی و سفرهاش پرسیدم. همه چیزو به وضوح به یاد می آورد، اما هیچ شکاف یا نماهنگی توی روایتش نبود. به نظر واقعی می رسید. آیا ممکن بود که همه اون ماجراها واقعا توهم من باشه؟ فشار کاری، تخیل زیاد. اما خاطره اون ترس، اون اتاقک زیرزمین، اون فلش خیلی واضح بودم. یه روز وقتی امیر همون بود، گوشیشو برداشتم. رمزشو میدونستم. همه چی عادی بود. هیچ تماس مشکوکی، هیچ پیام عجیبی. اما توی گالری یه پوشه مخفی با یه برنامه قفل شده بود. شاید من واقعا دیوانه شده بودم. تا اینکه 3 ماه بعد یه نامه پستی بدون اسم دریافت کردم. روی پاکت فقط اسم من نوشته شده بود. داخلش یه عکس بود. عکس سیاه و سفید از یه ساحل. 2 نفر توی عکس بودن. فریبا و امیر میخندیدن و به هم نگاه میکردن. پشت عکس با خطی ناآشنا نوشته شده بود آنها آزادند، تو نیز آزاد باش و فراموش کن. هیچ نشونی نبود، هیچ درخواستی نبود، فقط همون جمله. عکسو قایم کردم. نمیدونستم فرستندش کی بوده. شاید همون مرد، شاید یه دوست قدیمی، شاید هم فریبا. اون شب وقتی امیر خواب بود عکسو برداشتم و به آشپزخونه رفتم. اونو روی شعله اجاق گاز گرفتم و دیدم که به خاکستر تبدیل شد. دودش هم به هوا فرستادم. به اتاق خواب برگشتم. به صورت آروم امیر نگاه کردم. آیا واقعا خوشحال بود؟ آیا این فراموشی هدیه بود یا نفرین؟ من هرگز نمیخواستم اون اذیت بشه. اما یه چیزو میدونستم. من نمیتونستم فراموش کنم. خاطرات من تنها گواه اون ماجراها بود. شاید روزی امیر چیزی یادش بیاد. شاید روزی فریدا پیدا بشه. من تصمیم گرفتم که سکوت کنم. این راز رو با خودم به گور ببرم، چون عشق من به امیر واقعی بود، حتی اگه گذشتش جعلی باشه. و شاید این یک بهترین پایان بود. یه زندگی عادی با یه راز غیر عادی که توی سکوت دفن میشه. فریبا رفت، امیر فراموش کرد و من، ملیحه، بین حقیقت و فراموشی راه سومی رو انتخاب کردم. زندگی کردن با سنگینی خاطراتی که فقط من به دوش میکشیدم.